درودی به پایان، سلامی شعله‌ور بر حضوری منیری شمایان. هر کدام شمایان حبیبانی ارجمند را به تالار کاخ فرهنگی به نام ابو عبدالله رودکی خیر مقدم نوری دیده تاج بر سر میخوانیم. دانی که چیست دولت، دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن، از جان طمع بریدن آسان بود، ولیکن از دوستان جانی مشکل توان بریدن. چی خوش بر روی عالم چون سبزه بردمیدن، با نور مهر خاور یاقوت و زر بیچیدن، با آن نگار دلجو یک لحظه آرمیدن. دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن. واقعا امروز مؤلف کنسرت ما با کمال صمیمیت و با یک عالم مهر و محبت شمایان را جمع آوردند. از این خاطر همه شمایان را به این کنسرت پرشکوه تحت عنوان عالمی مهر خیر مقدم گفته این کنسرت را کشاده گفته اعلام میکنیم. مغنی بزن چنگ در ارغنون، ببر از دلم فکر دنیای دون. شنیدم که چون میرساند گزند، خروشیدنی دف بود سودمند. مغنی کجایی که وقتی گل است، زی بلبل چمنها پر از غلغل است. همان به که خونم به جوش آوری، دم چنگ را در خروش آوری. مغنی بیا عود بر ساز کن، اما این نوای نواغاز کن. استقبال میگیریم. با وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستم میرسم زیبا پری. کی با وصلت میرسم زیبا پری، دست به دستم میرسم زیبا پری. در فراقی دیدنی روی تویمه، کی با مقصد میرسم زیبا پری. در فراقی دیدنی روی تویمه، کی با مقصد میرسم زیبا پری. با خیالت گشتیم آب و ادا، در بدر کوچه به کوچه چون گدا. با خیالت گشتیم آب و ادا، در بدر کوچه به کوچه چون گدا. تو بیا در مخدم جانها فدا، کی به قصرت میرسم زیبا پری. تو بیا در مخدم جانها فدا، کی به قصرت میرسم زیبا پری.
از کوچه در دست سبد نیم نگاه نکرده حالم سازی بد بیگذری از کوچه در دست سبد نیم نگاه نکرده حالم سازی بد میکنی دیوانه ما را عاقبت من به حسرت میرسم زیبا پری میکنی دیوانه ما را عاقبت من به حسرت میرسم زیبا پری کی به وصلت میرسم زیبا پری دست به دست میرسم زیبا پری کی به وصلت میرسم زیبا پری دست به دست میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تویمه کی به مقصد میرسم زیبا پری در فراقی دیدنی روی تویمه کی به مقصد میرسم زیبا پری تشکر زیاد. السلام علیکم مهمانان عزیز، مخلصان گرامی قدر، مخلصان اشدی گروه احسان، خوش آمدید. انا شکرانه که باز ماه اپریل فرا رسید، دیده به دیدار رسیدیم. همین روز را بسیار من انتظار بودم و باوری دارم که شما نیز انتظار بودید به صبرانه. اگر ذره هم از کنسرت ما خرسند و غم ها دور شود، این برای ما بسیار باعث افتخار است و سرفرازی است. خوش آمدید مهمانان عزیز. از عشق کینه که دیده بود من بینم، کی بر مراد رسیده بود من بینم. از عشق کینه که دیده بود من بینم، کی بر مراد رسیده بود من بینم. جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی، جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی. چیزی دیگر ندیده بود من بینم، چیزی دیگر ندیده بود من بینم. ای عشق ای عشق فریاد از تو، داد از تو. مجنون که به یاد لیلیش مجنون شد، فرهاد که ز درد شیرینش دل خون شد. چون وامقی بیچاره به یاد عذرا، دردی دل من به یاد تو افزون شد.
از دستی تو بیمار و خرابم تا کی هر روز کشیده هزارو هر شب از دردی تو تا صبح نخوابم تا کی هر روز کشیده هزارو هر شب از دردی تو تا صبح نخوابم تا کی از عشق کینه کی دیده بود من بینم کی بر مراد رسیده بود من بینم جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی جز غم خوری و جان کنی و عشق ریزی چیزی دیگر ندیده بود من بینم چیزی دیگر ندیده بود من بینم ای عشق ای عشق فریاد از تو ای عشق ای عشق صداد از تو فریاد از تو مرحمت سرودهای نوبتی سرود با نام طفلی زیبا برای دسروی این طفلی زیبای شما کلام شود کلام شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود این طفل زیبای شما کلام شود کلام شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود کلام شود کلام شود فرزندی با ایمان شود داننده قرآن شود کلام شود کلام شود داننده قرآن شود کلام شود کلام شود این طفل دانای شما چون حافظ و خیام شود مانندی بابا جان غفور نابغه ایام شود این طفل دانای شما چون حافظ و خیام شود مانندی بابا جان غفور نابغه ایام شود کلام شود کلام شود بچه مکتب خوان شود کلام شود کلام شود بچه مکتب خوان شود رهبری دانایان شود کلام شود کلام شود رهبری دانایان شود کلام شود کلام شود شما یک عمر با دولت شود در چشمی هر پیر و جوان با قدر و با قیمت شود
شود کلان شود با فضل و با حکمت شود کلان شود کلان شود با فضل و با حکمت شود یک مردی با حرمت شود کلان شود کلان شود یک مردی با حرمت شود کلان شود کلان شود این طفل زیبای شما کلان شود کلان شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود این طفل زیبای شما کلان شود کلان شود در سن 18 سالگی بچه پهلوان شود کلان شود کلان شود فرزندی با ایمان شود کلان شود کلان شود فرزندی با ایمان شود داننده قرآن شود کلان شود کلان شود داننده قرآن شود کلان شود کلان شود رحمت دلمانزا بانو کریم و قرصکای شما خوش آمدید رحمت خوش آمدید مرحمت دوام ایتیم سرود های شیخ لبی لعله که تو داری در سمرقند نباشد دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد کمان ابرویی که داری در زرفشان نباشد همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد تو جو خندی پری دختر زی خوجندی پری دختر تو جو خندی پری دختر زی خوجندی پری دختر پیشی زلفی سیاهی تو شبی مهتاب چی باشد پیشی نوری نگاهی تو نوری آفتاب چی باشد و همان نازی شیرین است دلی من آب شود باز پیشی این قلب بیزاری من دلی فرهاد چی باشد پیش این قلب بیزاری من دلی فرهاد چی باشد تو جو قندی پری دختر زی خوجندی پری دختر تو جو قندی پری دختر زی خوجندی پری دختر خیرامان رفتن آیت را شوخی تناز ندارم عطری خوشبوی مویت را گلکی راز ندارم تو همان دوری یک تویی چون تو در این جهان است همان خالی بری رویت ترکی شیراز ندارم همان خالی بری رویت ترکی شیراز ندارم لبی لعله که تو داری در سمرقند نباشد دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد دو تا چشمه که تو داری در بخارا نباشد
کمان ابرویی که داری در زرفشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد، همان حسنی که تو داری در بدخشان نباشد. کوچو خندی پری دختر زیخو جندی پری دختر، کوچو خندی پری دختر زیخو جندی پری دختر، زیخو جندی پری دختر. سلامت باشم، ناظر خانم، زنده باشید. خیلی دستا بالا فرسک جوانا اما یک شاید چرا تو در بر میکنی امشب لباسی عروسی، شکستی آرزوهایم را در این ایامی نوروزی، شکستی آرزوهایم را در این ایامی نوروزی. چرا تو را دینم آخی در پهلوی یاری دیگر، خبر داری ای به وفا جدا شدم از هم دیگر، خبر داری ای به وفا جدا شدم از هم دیگر. امشب که زیبا گشته ای، زیبی حوث ها گشته ای، برای این قلب بیزارم زوالی غم ها گشته ای، برای این قلب بیزارم زوالی غم ها گشته ای. امشب که تنها گشتم هم رنگ شب ها گشتم، با نامه ها و عکسی تو دور از طرف ها گشتم، با نامه ها و عکسی تو دور از طرف ها گشتم. هی چرا به وفا خواهانم، هم تاج و تخت خواهانم، ستاره از عرش آسمان، نوای از جسم و جانم. بر تو خوشبختی خواهانم، هم تاج و تخت خواهانم، ستاره از عرش آسمان، نوای از جسم و جانم. چرا تو در بر میکنی امشب لباسی عروسی، شکستی آرزوهایم را در این ایامی نوروزی، شکستی آرزوهایم را در این ایامی نوروزی. چرا تو را دینم آخی در پهلوی یاری دیگر، خبر داری ای به وفا جدا شدم از هم دیگر، خبر داری ای به وفا جدا شدم از هم دیگر. هی چرا
سلامت باشید زنده باشید. مرحمت دوام میدیم سرودهای نو بهرش جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است هر دو لبی تو خنده است شیرین و شکر خنده است سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است سرخی دروی تو چون سیبی سمرقند است جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده گرمی تو را خواهم در سردی تو را خواهم در گرمی تو را خواهم در سردی تو را خواهم گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم در گرمی تو را خواهم در سردی تو را خواهم در گرمی تو را خواهم در سردی تو را خواهم گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم گردی تو طبیبی من دردی تو را خواهم جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده جانا دلم بردی خندیده و خندیده با یک نگهت کشتی سنجیده و سنجیده گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری گفتم که چی میخواهی در عهد و وفاداری گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده گفتا که تو را خواهم نازیده و نازیده تشکر زیاد برای گروه رقصی چمنارا قرصک شما مهمانان عزیز رحمت برای اکرم جان شریف و قرصک تشکر زیاد بابا جان امان الله صحنه و مرحمت یک سرود همراه برای شما آماده کردیم مرحمت سرودی نو برای شما
کار ای پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر در همه کار ای پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست پندی پدر را نگر از پدر دعا گیر پندی پدر را نگر از پدر دعا گیر گذرد عمری تو در سفری روز و شب تو شیرای سفر از پدر دعا گیر میگذرد عمری تو در سفری روز و شب تو شیرای سفر از پدرت دعا گیر تازه نهال شینان با هوسی باقی نب تازه نهال شینان با هوسی باقی نب تا کی بیارد ثمر از پدرت دعا گیر تا کی بیارد ثمر از پدرت دعا گیر در همه کار پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدر دعا گیر حادثه عاشقی شهر به شهرت برد تا نشوی در بدر از پدرت دعا گیر حادثه عاشقی شهر به شهرت برد تا نشوی در بدر از پدرت دعا گیر کاش رساند خدا گنجی رهی مکه را کاش رساند خدا گنجی رهی مکه را میری مدینه بسر از پدرت دعا گیر مهری مدینه بسر از پدرت دعا گیر در همه کار ای پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر در همه کار ای پسر از پدرت دعا گیر دولت شام و سحر از پدرت دعا گیر تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست تجربه زندگی مکتبی 10 ساله نیست پندی پدر را نگر از پدرت دعا گیر پندی پدر را نگر از پدرت دعا گیر از پدرت دعا گیر از مادرت دعا گیر از پدرت دعا گیر از مادرت دعا گیر تشکر زیاد زنده باشید بابا جان خوش آمدید یک قرصکی برام برای بابا جان امان الله خوش آمدید مرحمت دوام میدیم باز یک سوری نو تازه بهر شما
لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین اجازت ده به پهلویت نشینم اجازت ده به پهلویت نشینم بر قاشی کمانت بیگردم سرخی دوری لبانت بیگردم اسم بر قاشی کمانت بیگردم سرخی دوری لبانت شوم دستبانه در بندی دستت شوم دستبانه در بندی دستت در جوانی به دل ارمان نماند در جوانی به دل ارمان نماند لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین اجازت ده به پهلویت نشینم اجازت ده به پهلویت نشینم مرا کشتی تو از ره پایی یا عجایب دلبری هوشیاری یا مرا کشتی تو از ره پایی یا عجایب دلبری هوشیاری یا ندیدم مثل تو صاحب جماله ندیدم مثل تو صاحب جماله به زیبایی تو به همتایی یا به زیبایی تو به همتایی ای یار لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم لبت قند و اصل جان شیرینم با انگشتی تو من انگشترینم بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین بیگردم تکیه‌گاهت همچو بالین اجازت ده به پهلویت نشینم اجازت ده به پهلویت نشینم خرسک شما برای مسلانه خان قربان و تشکر زنده باشتان خوش آمدیتان نقل کنند فرزندی را نقل کنند فرزندی را که هرگز خود را بختیار حساب نمی کرد در آوان مکتب خانیش روز مادرش به خاطر حال پرسی از درس هایش به مکتب رفت فرزندش از دیدار مادرش چنان خجالت بود پس از بازگشتن به خانه با مادرش گفت
مادر جان دیگر به مکتب نیایید. من از دیدارتان شرم می‌دارم. همسینفان میگویند که مگر همین است مادری تو؟ آنها مرا تمسخر میکنند. مادر چیزی نگفت. در زندگی از یک چشم محروم بود. سالها سپری شدند. این فرزند ناخلف تحصیلش را در یکی از کشورهای خارجه ادامه داد. بدون فاتحه مادر خانه‌دار شد. بی‌رضایتی مادر عائله بنیاد کرد. مادر مشتاق و مشفق به دیدار فرزند عزیزش سفر کرد. چون در را کوفت، فرزند در را گشاد و گفت به جای آن که توبه کند مادر مگر همین جا هم رسیده آمدید؟ آخر من به همسرم و به نبیرگانتان چی میگویم مگر مادر بزرگ شما همین است؟ در همین اثنا نبیره دوست رویک دویده برآمد و به پدرش گفت این زن کی می شود ای پدر جان؟ پدر فوراً گفت نه، با در اشتباه کرده است، او را نشناختم. مدتی گذشت. چون مادر به وطن بازگشت همسینفانش این فرزند ناخلف را به خاطر دیدار ختم مکتب دعوت کردند. مادر بزرگوار شنوید که فرزندش می آید از خودش مکتوب باقی گذاشت، اما می دانست که عمرش باقی نخواهد بود. همسایگان به این فرزند مکتوب را دادند. در آنجا جمله های زیاد نبود. مادر نوشته بود ای فرزند عزیزم، تو که کودک بودی نمیدانی، خیلی خردسال بودی، در یکی از صدمه های نقلیات از یک چشمت محروم شده بودی. من چون مادر چگونه نگریسته می توانستم که فرزندم با یک چشم این دنیا را بیند؟ چشم خیش را به تو بخشیده بودم فرزند عزیزم، تا که این دنیا را زیباتر، کاملتر با چشم من بینی. عمر مادران جاویدان باد، فرزندان سعادتمند افزون باد. کیست آن که شیر پاک و لذیذ، کیست آن که شیر پاک و لذیذ به شما از جگر رساند و چشاند؟ بهر آسایش شما از خواب خواست، گهواره شما جنباند. کیست دوستان عزیز؟ گویید کیست او؟ کیست او؟ کیست او؟ اینک با مادرنامه نو حبیب دلها غالب جان یوسفوف. اینک وارد میشویم با مغازه. مغازه؟ بله، مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. در اینجا مال‌های تکنیکی با مانند تلویزور، ماشینای جامه‌شویی، چنگشک از ممالک پیشرفته دنیا آورده شده است. نرخش چی؟ نرخش دسترس. کفالت چی؟ کفالت 3 سال. مال‌ها از شرکت‌های با نفوذی سونی، پاناسونیک، LG، سامسونگ، چیگو، ایندیزیت پیشکش میزاجیان است. سراغه رو گپ زنید. سراغه کوچه لینین 53 در پهلوی استودیو فریدون. تلفن برای ارتباط 92 779 90 60.
الله‌های مادرم در یاد من تا ابد ناله های مادرم فریاد من تا ابد گریه های مادرم قلبی مرا رشک کرد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد مادر توی یگانه باشی عزیز و غمخوار از بحری کودکانت آماده ای به هر کار گر خندت ببینم عالم شود چمنزار بر موی تو نرزد صد دلبری وفادار الله‌های مادرم در یاد من تا ابد ناله های مادرم فریاد من تا ابد بانگی سوزنی خود میدادی نان ما را با صد امید و آرزو کردی کان ما را امروز شد پرا جنگ نورانی چهره تو این دولتت به پیری بختی روان ما را این دولتت به پیری بختی روان ما را الله‌های مادرم در یاد من تا ابد ناله های مادرم فریاد من تا ابد گریه های مادرم قلبی مرا رشک کرد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد خنده های مادرم ایجاد من تا ابد دوستان عزیز علمان اثبات کردند که هر یک کودک در یک روز وقتی که زبان میبرد و گپ میزند زیاده از 100 مراتب کلمه مادر رو یعنی خوجندی که گوییم بووا میگفته است زیاده از 100 مراتب در حقیقت همین خیلی است بووا گوش نمودم بووا تاش نمودم بووا یک جام درک داشت و من آمدم فقط داداش به یک تا گپ میگفته است خلاص دادا بوام کنی میگفته است در حقیقت همین خیلی است مرحمت سرودی نوبتی در واسه پدران بزرگ صدا می‌دهید زنده باشید خوش آمدید غزل خواندم به نام تو نوایم دل نشین آمد
کمر جستم زی دامانت جهانم نازنین آمد پدر جان این چی فرهنگی شریفه در وجودی توست کی سامانش مرا از آسمانو در زمین آمد کی سامانش مرا از آسمانو در زمین آمد پدر جان پدر جان پدر جان پدر جان پدر جان پدر جان ترسم من زی گرم و سردی دنیا زی جان و دل بها دادی برنج و دردی دنیا پدر جان این قدر سالار مردو پایدار هستی کی سر پایان نآوردی به هر نامردی این دنیا کی سر پایان نآوردی به هر نامردی این دنیا پدر جان 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 مرحمت دوام بدید. یاری من وفا دارد چشمان سیاه دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد زلفان
مجدو میمار ابروی سیاش کمان وار جانم کنم فدایشه کاش که میشد با من یار جانم کنم فدایشه کاش که میشد با من یار یاری من وفا دارد چشمان سیاه دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد عشقش گرفتارم او برده اختیارم به عشقش گرفتارم او برده اختیارم در جهان مانندی من دیگر کسی ندارم در جهان مانندی من دیگر کسی ندارم یاری من وفا دارد چشمان سیاه دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد با حسنی به بهایش شرم و هم حیا دارد تشکر. مرحمت حاضر سرودی نوبتی با نزدیکی نوار این کلیپ این سرود پیشکشی شمایان گردید. این سرودی کهنه است، خیلی قدیمی است، سرودی زرافشانی است. من با همراهی یک حافظه که نو برآمده ایستادند، نو قدم خود را به صحنه به صنعت گذاشته ایستادند. مریم با قرصک شما به صحنه دعوت میکنم. مرحمت. شبی تابستون بی ریحان مرامتون بازار به خیلی ارزان بی ریحان مرامتون امشب شبی تابستون بی ریحان مرامتون بازار به خیلی ارزان بی ریحان مرامتون چای تلخ دم کرده بی ریحان مرامتون تکلیف کنید خانه‌تون بی ریحان مرامتون چای تلخ دم کرده بی ریحان مرامتون تکلیف کنید خانه‌تون بی ریحان مرامتون مرامتون خریدم دو گوشوار بابا رحمان مرامتون گل بردم به بازار بابا رحمان مرامتون خریدم دو گوشوار بابا رحمان مرامتون گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرامتون شمای بیهوش کردم بابا رحمان مرامتون گوشوار در گوش کردم بابا رحمان مرامتون همه را بیهوش کردم بابا رحمان مرامتون
تگی دلونه بیبی ریحان مرامتون دیدم ماهی تابانه بیبی ریحان مرامتون رفتم تگی دلونه بیبی ریحان مرامتون دیدم ماهی تابانه بیبی ریحان مرامتون زلفاش زده شانه بیبی ریحان مرامتون عاشق می سوزانه بیبی ریحان مرامتون زلفاش زده شانه بیبی ریحان مرامتون عاشق می سوزانه بیبی ریحان مرامتون خطون نمایان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون خطون نمایان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون مرا جگیریان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون مرا جگیریان کردید بابا رحمان مرامتون دلم ویران کردید بابا رحمان مرامتون بیبی ریحان مرامتون بابا رحمان مرامتون بیبی ریحان مرامتون بابا رحمان مرامتون 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 خرسکشو برای مریم. خب مرامتون خوش آمدیتون. مرحمت دوام میدیم. حاضر این کمتر شیراش قیینده. اما غزلی جامی آهنگی صادرخان حافظ شاخ صادرخان. مرحمت برای دوستداران سرودهای کلاسیکی. با یک کرشم زلیخا با یک کرشم زلیخا بشه دلی ما رایا چنان را بود که یوسف دلی زلیخا رایا فیغام کی مرغی دلم سیدی طفل نادانست که بالو تن شکند مرغی رشته بر پارم سجودی خاکی رهش بردنم تمنا بود به خاک میبرم امروز این تمنا را یاد دادم. فریادم با اون تکلمی شیرین لبی که جان بخشده بدن زدم نتوانم کسی مثل آرام شراری سینه مجنون زی آتشی لیلی کباب ساخته همه آهوان صحرا را یاد دادم.
چشمه های غزالانی مست می بخشند فراغت از دو جهان عاشقانی شیدار آیند چی سود تندی کسان چون نمی برازی دلم هوای خاطی دلارا روی زیبا را یاد داده جامی دیل خسته خواست آنکار است به شکل و شیوه سرارانی سروی بالا را مرحمت دوام بدید. Saçlarını sarılırken uyandım ağlasan Saç astıdan mülayim karanım ağlasan Kara gözlü sanam can özün yaxşı bilasan Göksümdeki dardımı saranım ağlasan Kara gözlü sanam can özün yaxşı bilasan Göksümdeki dardımı saranım ağlasan Hasretler sizge siz bilib nima qilasan O'zingni da menida qiynab nima qilasan Qara ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan Qayda vafo bormidi sira nima qilasan Qara ko'zli sanamjon o'zing yaxshi bilasan ishdan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'lar
jon o'zing yaxshi bilasan ishqdan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga qaro ko'zli sanam jonim o'zing yaxshi bilasan sendan boshqa davo yo'q ko'ksimdagi dog'larga sochlaringni sarixga bo'yab nima qilasan sochasidan muloyim qarab nima qilasan qaro ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan qaro ko'zli sanam jon o'zing yaxshi bilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan Sayodaxon Tursunova Qarsakon Ishmoq Salom she. О, салом. Чу якта гифти? Дигар набуд. Чӣ хел тақсим мекунем ина? Ким гол занад, ҳамун якта мехӯрад. Шудаги. Il tiro! Гол! Гол! 42! Гол! Ман тайёр набудам. Esce il numero 13. Forza Гол! Yes! 44 e 27. Худат ба гол задӣ? Фарқаш чи? Гол ку? Нисо, ақлатро кор фармо. دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرامی دلی دفعی غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمین بدنی سر قدی بیست دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرامی دلی دفعی غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی پیوستی تو ای عمری گرامی نتوان زیست یک دم که چه عمری گذران را گذرانی غلطان سوی خاکی قدمت باز بیایم صد بار چو اشکم اگر از پیش بیرانی سیمین بدنی سر قدی پیست دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرامی دلی دفعی غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی سیمین بدنی سر قدی پیست دهانی هر وقت که آید به زبانم به هزانی آرامی دلی دفعی غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نوی مونس جانی
بیست دهانی هر وز که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نبی مونس جانی سیمین بدنی سر قدی بیست دهانی هر وز که آید به زبانم به هزانی آرام دلی دفع غمی مرهم دردی یاری کهنی عمری نبی مونس جانی سیمین بدنی سیمین بدنی سیمین بدنی رسی چمنارا با راهبرین مستانه خان قربانوار اگر همین خرسک شده ایستد الهام ما آمده هم میگیرد کنسرتی ما ادامه حالا برنامه های بهترین عجایب ترین در پیش است خوش آمدید غالب جان یوسفов دوستان عزیز باری دیگر همه شمایان را خیر مقدم میگوییم ما باید معین کنیم که آیا برنامه کنسرتی پسند حبیبان ما گردیده ایستاده است. فکر میکنم که بهترین نشان داد این کفگوبی های عزیزان است. زنده باشتان. میدونید در طول فعالیت ایجادی غالب جان یوسفов موضوعهای چگونه مقدس بودن والدان با قدر و قیمت عشق و محبت رسیدن چقدر محیب و غمخوار بودن فرزند را در بر گرفته است. بله واقعا اشعاری که از جانب سروده های غالب جان یوسفov برای کل مخلصان شنوانیده می شود مضمون های حیاتی دارد و هدایت بخش می باشد. با او چگونه مقدس بودن زندگی را در ایجادیات خویش جای داده است و خیلی که لایق عزیز ما میگوید کرده عشق تو به دنیا عاشقم با غم امروز و فردا عاشقم از زمین تا آسمان ها عاشقم زندگی سرجوش الهام من است. بله غالب جان واقعا انسانی هست که دوست پذیر دوست خواه و دوست طلب این افکار او را مصرع‌های تسکینی خوجنده تصدیق میکنند چنانی که آمده است جان صدقه پای قدمی دوست بباشد چون ماه رخش بر سر ما نور بپاشد عیش و طرب باغ جهان را چه کنیم ما با ایگری ها باشد و گر دوست نباشد. گمان میکنم این لحظه دوستان اصیل غالب جان یوسفov هستند. این را باشد با قرصک‌های شما عزیزان معین میکنیم. و امروز دوستان اصیل غالب جان واقعا اینجا حضور دارند. عین حال به این صحنه مقدس هنرمند حاجی‌نگار شناخته غیرت جان همراقولov را استقبال میگیریم. استقبال گیرید دوستان عزیز. مرحمت. رحمت قرصک ها رحمت قرصک زدگی ها رحمت قرصک نزدگی بهم رحمت لیکن قرصک زدگی به خداونده بزرگ همین خیل مال ملک دولت دید که 70 نه 700 پشت اولاداش خورده تمام کردن نتوند قرصک زدگی ها قرصک نزدگی ها به قرصک زدگی ها دادگی دولت نیست بشه دیگر شما حیران نشید ما صنعتکارا و ما به همه دو تا چیز الهام میبخشد یکمش قرصک دویمش وای گفته نمیشه گفتن گرمه میلش دویمش این همه خنده های صمیمی شما در تگ گوشهای ما صدا داده ایستد غیرت ما جوشیده الهام ما اومده هم میگیرد. السلام علیکم پدران معتبر، مادران مهربان، برادران عزیز، خواهران دلسوز. یک آدم درون جنگل برفته ایستد از پیشش شیر برآمده است
این طرف اون طرف نگاه کند جایی گریز نیست. بیچاره بیند شربه خوراک می شود. چیکار کردنش ندانسته با آه فریاد خداوند ناله کرده است. ای خداوندای بزرگ دل شیر به رحم انداز. شیر مسلمان شده ماند. التجا میکنم شیر مسلمان شده ماند. گفته استاد اینه بینه دعاش مستجاب شده است. شیر به طرفی قبله نگاه کرده چی گفته است؟ ای پروردگار مهربان امروزه دادگی رزقت به شکر گفته است. خدا را شکر امروز زمین ما تینچه آسمان ما مصافا. الها امروز تینجی ما به چشم نرسد. پیشنگ مهر آقوات ها دوستی ها گشته بیاید. دوستی محبت صلح و وحدت در تاجیکستان ابد باشد. مردم بزرگ مهرم همیشه باشد، هممغ باشد، تنسیت باشد، عمر دراز پربرکات بینید، پسراتان داماد شود، دختراتان کلین شود، یافتگیتان فقط روزهای نیک و نصب کند. مردم شرفمند تاجیکستان را هیچگاه دوست بازار و دشمن بخور و نامرتبه محتاج نکند. همیشه خنددار و خوشفق باشید. میدونید ما استاد عبدالرحیم نعمت سال 1990 من در ولایت لنگرود اولین آزمون حجونگاران ولایت با غالب شدم و دوشنبه با قصر بارباد به کنسرت برفتیم با استاد عبدالرحیم نعمت خدا رحمت کند. سانی کنسرت ناز گذشت اونجا به غالب آزمون حجونگاران جمهوری شد. کنسرت زور گذشت، ناز گذشت. گشبه گفت که استاد گفته غیرت جان پایسکتی میریم چق کرده. گفتم هم بایلش استاد. وگزل با اومدم بلیط خریدیم حال با وقت برفتم به استاد چی گفتن غیرت جان ها کمتر بستر به یک جوره جانی من الفتم هست دوستم هست بوفت با کار میکند. حال رفتم به وقت بدست هم دوستم زیارت کنیم یک جای. گفتم رفتیم خطه وای دوستش گفت مایه دیده از تشریف ما خرسان شده شینوندم به جایی نمیومد. سان بوفت چی گفته عبدالرحیم اکا گفت هم پایان با ولی پدول با سکلت با یا خمی خیلی وقت دیگه سکلت با گفت جای هست من شما همجنه میهمان میکنم. گفت پایان با فریم سکلت با دوتا یشقه حالی وای بود تختگیم بود چپه کرده مای شیناندن و یک تا یشقه چپه کرده بولش به گازیت مانده کلبسه با درینگ پامدر یک تا انوای حال امبلسون بلمش میگه عرقه موندن. کلبسه بریده پامداره بریده گرید سر شدن. بعدی صد تا صحبت اوج گرفته. انا لطفه گویی انکدوت گویی جوانی سالهای گذشته و یاد آوردن. همین خیلی صحبت یک شیشه یک زمانده خالش دوی مشک شدیم. پاییز فراموش کردیم گویید. یا و عبدالرحیم که یادم غیرت جان از پاییز دیر نمانم رفتم دویدم. گفتن دویدم استاداسم کشه خودم اسم کشه گرفته دویده آمده هیچ منزل ما نزدیک نمیشد. وگزل خود 1 کیلومتر دورنده بودیم. گدولش کرده وگزل به درآمده پیرون بگذشته بینم پاییز نیست. دوتا بچه قرطه بازی کرده استاد اومده پسرانم همینجا در پاییز بود. دوشنبه خوجن ساعت 10 می برفتگی پاییز کنی گدای بچه امکه یک ساعتتان با نگاه کنید ساعت 11 شد از پاییز برفتگیش به 1 ساعت شد. گوید استاد من با خنده کرده چی گفتن غیرت جان خیریت که دویدم اگر نمی دویدم 2 ساعت دیر میموندیم. عزیزان دل یک ماه پیش از کنسرت غالب جان گفتن که غیرتکا یک استادهای یاد بیاریم حاجی بای تاجی بای و من 8 سال است که در مابین ما نیستم. یک مخلص ها نشان تیم حاجی بای که برآمده شد. گفتم من راضی شدم دیسکش دادم با زبان تاجیکی برآمد کردگی و امروز خدا حاضر اکران تیار همه با اکران توجه میکند. مرحبا. خلق ما خودش همین خیلی qiziq یگان تا گپش نیست که ما نخندیم. من گپی تاجیکان یک یاد بیارید من مهمان بیاد با بیایید میگید آمادگی روش استاد از پیشش کن بیایید میگید بیایید وای آمادگی با بیاد بیایید میگید ایک آماده میگید بیایید میگید знаешь با نزدیکتر آمده شد گفت من میخوام استادم بیایید میگید
این gap'a benim. Значит, bu naziktar omdaşlar burası. Bana ne istedim? Biyet mi? İyi, bu biyet mi? Значит, сейчас bir de ondan sonra burası. Hemen vakti biyet bugün. Ve odat gerek. Agar mehmona beynat, hemen vakti gapdan mı simigot, mehmon mu göt? Şuma agjo omadet yoki şuma agjo nima göt? Tagi şuma agjo mu göt? Gapı moya beni de. Tagi şuma agjo mehmon mu göt? At tagi vaykat korat setuya. Darkor boşa xudo yapır. Mehmon, mebaxshet, şuma aslash agjo nima götdi? Tagi şuma agjo mu göt? Yine şam oynama göt. Tagi mi avır tepa mı göt? Gapı. Tagi to avır tepa boşa boloti Qo'rg'on tepa mi? این گپا بینید آشه دم کن بگید آشه دم کرده میگید آشه دم کن وای بالا مو دم میکنم انا آشم آماده‌است میگید آش نمیبیاد آشم میبیاره یگان بار دیده که شما آشم تو خودش آماده داشته باشه آشینا ها رو توقع خودش هم داره این طرف وای طرف ریگروفka کریستوداست آش خودش آماده است آش نمیبیاد آشم میبیاره اگر ده پیشش با آورده مانید همین مهمان با همین آشه هم تو خفشته خورده نمیتونه کنی گفتم میگره کنی اینشم کنی اشما کنی یک روز بچه شده بود است حیران کنی مهمان کنی извините я вас что-то не понимаю говорю не понимаешь это کنی это где бачам где як бор میگفت где что не видишь что вот она стоит Я вижу это уважение, это такое начало у нас. Где? Вот интересный народ тоже мне. Сам показывает, сам где говорит. Акаттана мо хам ту хурдана мештоним. Бог ин оша як мезаним да кунам мегӯяд. Чӣ ба мезани оша? Чӣ хеле гуноҳ кард ба оша? Оша мезадаст бинед. Намехӯрда оша задем мегӯяд. Роса задем 4 каш шуда оша мегӯяд. Я худашам 4 каш шуда задад оша. آش زدست بینید خلق ما همه خیر خداش همه خیر برای همین گپش هم خنداور یگان تا گپ نیست که ما نخندیم همه خیر همش بون چیزی میگه دهنت منو کار گپ زدم میگه شکل من دهنم میگه کارم شبت من دیگه کار گرد میگه شکل من شکل میگه کار میگه زنش من یک آینشه در کار آینشه وقتی گپ زدم تو جن شده که میگفت من دهنم نگاه کردم زدم وقتی گشتم تو چیکار کردی میگفت چی من نگاه کردم گشتم شما هم دهنتون نگاه کردم زدم آن نشان داد ما با یک وقت گپ نیست که ما نخندیم همش میخل دوستان عزیز رحمت اکنون درباره آرمیا یک بچه مکتب روسیه تمام کرده بود روسیه جدا ناز میدانست یک روز акон бромда солдат как дела что тебе нужен у вас погреться можно куда-то заходи солдат заходи куда-то откуда солдат куда-то из Ленинабада таджикский север Ленинабадская область Ленинабад я там не был куда-то ну красивый город говорят там у вас тепло да все-таки Средняя Азия Таджикистан а у нас Сибирь видишь на улице зима 40 градусов мороза. Ну как? Там можно служить. Як Бог нам даст. Ну и что? Сибирь говорят. Ну и что? У нас тоже зима бывает. Это разве зима? У нас такой зима бывает. В зиме. Сибирь. Ну и что Сибирь? Ну и что зима? Это разве зима? У нас такой зима бывает. В зиме чилла бывает у нас. Вот как раз у вас чилла нету. Вот у нас чилла бывает. В челе. Какой мороз бывает. Вы не верите. У tomdan bu bomga sakrayotgan gurba ham sentrga shaxshida mehmon kutasiz. Неужели да, у нас такой зима бывает. Вот эта кошка, видишь, прямо на воздухе замерз. Он хотел на тот квартиру прыгать.
Но не получится, потому что такой зима был у нас. Это такой мороз был у нас. Еще таком морозе наши таджики свадьбы делают. Неужели у вас в Ленинабаде? Да, вы поверьте, у нас зима бывает. В зиме чилла бывает. А после чилла хилла бывает. Вот в хилле. Если все, хватит, не надо. Я никогда не поеду в Ленинабад кутаться. Даже сибиряк испугался приехать в Ленинабад, потому что наш солдат знал русский язык очень хорошо. Рахмат. Hozir hamma xonai Xudoshga xizmat qilamiz. Peshangi bo'yin go'stan kuchda, vechir ham nima ko'radi hozir. Vechir, ashula, poyezd, vokzal bar rafta, 150 yak avtobus zakaz kara, yak duta guzol zakaz kara rafta. Hamma dod guftagi, "Bachcha, modarjon, voy ana!" Modarash keragi, Xudosh bir haftagi, hozir ne xilli, hozir sapsim degan xil. Padarjon, men armiya bir hafta o'dam go't. Ha, bir hafta o'dam. Mayli bachcha. Dastlashga ketmon. Agar vaqtat boshad pagab biyo bachcha. Va hamiga va. Ammo xavotir nashav. Agar nabiyoy men xudam kofta meram. Mayli, raftan ket. Qo'lim odammi, meri deray. Mayli, raftan ket. Ana ya qadamda peshangi bo'yin xayr xusham deysiz. Pagashpa, padrash rasid raftas. Ham tu bromda bena padrash tu ham padrajon tinjimi mahalla tinjimi xesho hamas tinjimi go tinji. Chiva omadi hali omadagim yaxshi sutga shudagi shni hali vayni forma po'shdagim ne chiva omadi gut padarat pa la'nat. Kaliti xona kani. Kalit kani nomard. Chorta masta akishtash nima deydi? Kamagara omada ketu. Kalita biyo. Ya kalit bilan o'rishni raftasda. Hamma xil nazik. Mana nazdagi konsert molda bir raftim. Так, Банчаспа, русская мудас. На русском языке что-нибудь исполняйте, пожалуйста. Хоть одну песню можно послушать. Вот сейчас я постараюсь. Слушайте, дорогие друзья, я сейчас для вас спою самую популярную русскую песню. Хамаш Харсагза. А шуля саршут, музыка шабенет. Ран-да-дан, ран-да-дан, хама хайран. Rang-da-dang, rang-da-dang, manam hayron. Rang-da-dang, chunki tojik sarshut muzika. Rang-da-dang, rang-da-dang, hayrat, ashulachi hayron nabudas. Ashula salkar. Ne plash devchonka. Praydu dashti. Rang-da-dang, rang-da-dang, hamma hayron. Soldat verenya Ты только жди, ран-да-дан, хама-хайрам, узкой далеко. Твой вернее друга джунгнам, любовь на свете, сильней и разлук, ран-да-дан, хама-хайрам, ран-да-дан. Я гусь-бача, извиняюсь, это же таджикская песня, опять по-своему начали, да? Есть у вас что-нибудь в репертуаре на русском языке? Подожди! Вот интересный солдат. Ашула поломал. Музыку сломал. Ты слушай до конца, потом скажи. Слушай. Ашула жибол сарказ. Пускай далеко. Твой вернее друг я джунгнам. Солдат вернется, солдат вернется. Musabida oshdagi bu soldat inomdagi musabida giyda kirishdi. Rahmat salom. Men eng xilishini shunday bo'laman. لرزیدنی تو آمد بیادم رقصیدنی تو آمد بیادم
حرفی خموشت لبهای نوشت حرفی خموشت جوش و خروشت آمد بیادم لبهای نوشت حرفی خموشت لبهای نوشت حرفی خموشت جوش و خروشت آمد بیادم رقصیدنی تو آمد بیادم چرخیدنی تو آمد بیادم لرزیدنی تو آمد بیادم آن حسن زیبا چشمان شهلا آن حسن زیبا چشمان شهلا هم قد و بالا آمد بیادم آن حسن زیبا چشمان شهلا آن حسن زیبا چشمان شهلا هم قد و بالا آمد بیادم رقصیدنی تو آمد بیادم چرخیدنی تو آمد بیادم لرزیدنی تو آمد بیادم رقصیدنی تو آمد بیادم چرخیدنی تو آمد بیادم لرزیدنی تو آمد بیادم انورجان احمدی خوش آمدید. خوش آمدید. رحمت انورجان رحمت خوش آمدید. تشکر زیاد خوش آمدید. مرحمت دوام ایدیم. فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی ایامی بهاران گل بیکارم تماشای رخ دل بر نمایم با ایامی بهاران گل بیکارم تماشای رخ دل بر نمایم شکوفه با هزاران دل فریبی برای دیدن یارم بیارم شکوفه با هزاران دل فریبی برای دیدن یارم بیارم فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی بهار
آمد نگار نازنینم بیا تا یک دم رویت ببینم بهار آمد نگار نازنینم بیا تا یک دم رویت ببینم بیا تا یک دم با خاطری شاد زیروی لاله زارت گل بچینم بیا تا یک دم با خاطری شاد زیروی لاله زارت گل بچینم فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی فصل بهار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور بلبلی تشنه‌ای گل از رهی دور پیش کیار آمد از کجایی پیش کیار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی وقتی خمار آمد از کجایی برای منیژه خان خرسک شما تشکر. مرحبا سرودی نوبتی درباره پایتخت کشور ما شهر دوشنبه البته با قرصکا و دستگیری شمایان. عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه هوایی تازه آید از حصارم بشوید آبی ورزابم غبارم هوایی تازه آید از حصارم بشوید آبی ورزابم غبارم زی دلهای طرف آبادی مردم زی دلهای طرف آبادی مردم دمت فصلی فرح سایی بهارت دمت فصلی فرح سایی بهارت عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه دلم گوید توی شهری دلارا غمی عشقت بجان باشد گوارا دلم گوید توی شهری دلارا غمی عشقت بجان باشد گوارا جوان شهرم تو هست تیواری سینه جوان شهرم تو هست تیواری سینه زی تو بینم جوانی بخارا زی تو بینم جوانی بخارا عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه عاشقت گلها دوشنبه عاشقت دنیا دوشنبه در محبت
در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه شهری به هم تا دوشنبه شهری به هم تا دوشنبه خوب اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر خیرامان می رود از پی سمندش خوشم را می برد قدی بلندش خیرامان می رود از پی سمندش خوشم را می برد قدی بلندش دلی صدها جوانان آب گشته زی چشمی مستم لبهای خندش دلی صدها جوانان آب گشته زی چشمی مستم لبهای خندش اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر چهره گل خنده گل روی لبت گل چشمی بادامی و زلفان سنبول چهره گل خنده گل روی لبت گل چشمی بادامی و زلفان سنبول آن دو ابروی کج چون تیغ چنگیز ندیدم مثل تو در هند و کابل آن دو ابروی کج چون تیغ چنگیز ندیدم مثل تو در هند و کابل اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر اسب سوار آمد خندید دلبر اسب سوار آمد خندید دلبر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر ما را نگاه ندارد یاری ستمگر تشکر زیاد محمد راهبری گروه رقصی کوخی رودکی فیروزه ایوب جان مرحمت گلدختران رقصی چمنارا و گلناز قرصکوی شما فیروزه ایوب جان مرحمت ассалому алайкум мehmoнони азизи меҳрубон мухлисои одибҷон ман имрӯз бисёр хурсанд ҳастам ки роҳбари ансамбли чаманоро мастонахон биё назди ман яке аз шогирдҳои ман имрӯз ба саҳна ҳама рақсҳои гузоштанд ман бисёр сарбаланд ҳастам ки ин хел шогирдҳо дорам раҳматам мешумҳо ташаккури зиёд ташаккури зиёд
خنده های مادران شادی های کودکان بختی نیکی آدمان این همه بختی من است بختی نیکی آدمان این همه بختی من است آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم نان گرمی مادرم این همه بختی من است نان گرمی مادرم این همه بختی من است حاجی بابا روانه سحر سی چایخانه حاجی بابا روانه سحر سی چایخانه بینگر یارو دوستانه این همه بختی من است بینگر یارو دوستانه این همه بختی من است نورانی حاجی آید هر دم دعا نماید نورانی حاجی آید هر دم دعا نماید نوری الهی دارم این همه بختی من است نوری الهی دارنده این همه بختی من است این همه بختی من است این همه بختی من است نوری الهی دارم این همه بختی من است بزمی نوجوانان خانم ترانه از جان در بزمی نوجوانان خانم ترانه از جان خوشبختی شمایان این همه بختی من است خوشبختی شمایان این همه بختی من است این هدیه بر شمایان شعر و ترانه از ما این هدیه بر شمایان شعر و ترانه از ما ساز و نوای احسان این همه بختی من است ساز و نوای احسان این همه بختی من است خنده های مادران شادی های کودکان بختی نیکی آدمان این همه بختی من است بختی نیکی آدمان این همه بختی من است آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم آسمان صاف بر سرم آبی روان در برم نان گرمی مادرم این همه بختی من است نان گرمی مادرم این همه بختی من است این همه بختی من است این همه بختی من است آبادی کشورم این همه بختی من است آبادی کشورم این همه بختی من است آزادی کشورم این همه بختی من است تشکر برای رقص‌های زیبا یک قرصکی بلند علایده شود. رحمت. مرحمت. سرود با نام وطن. این سرود را ما با همراهی استاد عزیزی ما هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان حاجی افضل شاه شادیев و با بابا جان امان الله
برای شما پیشنهاد میکنم یک قرصک برای استادان ما. وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخوانه حقیقت نام آثاره حقیقت خانه میخوانه یکی در کوه ساری شاد ماند قصر میبیند یکی کاشانه ای غم در بغل کاشانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما سر نوشتی خش می بلند و می نالند یکی آباد می سازد یکی ویران نمی خواند یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جان داروست یکی در دامنت هم دامهی بیگانه می خواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا حواس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند حبیب می سرایت شاه بیتی شاه راحت را حدیث تن چشم حسرتی گرگانه میخواند وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما محل بازه ذکری نظر صد فارت خانه جهان سازه و هستی گوهری یک دانه میخوانه تو اما با همه یک مادر هستی یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخوانه وطن ای جان وطن ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما 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 انجمن عشق است امروز نقطه کلمیناسیونی بهار انمی روز است چون که بعد از با همین روزی که بهار بود بعد بهار خزان میشد استاد لیکن همین بهار در دل شما جاویدان ماند غالب جان عزیزی من دودری من شاگردی من زنده باشد همین آهنگ من همین ساختم و در فکرم یکم همین آدم اومد من گفتم که همینا یک جای میخونیم تشکر استاد تشکر از دوشنبه برای همین کنسرت برای دیدن شما آمدم و تبریک میکنم همه شما با بهار زنده باد خوجند باستان زنده باد تاجیکستان نوروز خوجند جناب عالی خرسند شدن الهی خداوند پیشوای ملت ما همیشه از خوجند و از تاجیکستان خرسند باشم ما هم خرسند باشیم من بار دیگر غالب جان شما تبریک میکنم سعادتمندی عمر دراز همه هنرمندا چیره‌دستا موسیقیچیای بزرگی شهری باستانی خواهرکای عزیز من سیاده جان شما همتون سربلند باشید
به همین محترم پروفسور اکای بزرگ ما یک قرصه زنیتون. برای این کس یک قرصه زنیتون. هزار تشکر. تاجیکم بابا کلانت بود مردی تاجدار، آل سامان روی رخشان قلبی پاکش بی غبار، با جسارت با مهارت با هنر با ننگ و عار، اصل و انصاف و حقیقت را بشد آیینه دار، در حصار و غرم و ختلان و خجندی نامدار، در زرفشان و بدخشان کرده دولت برقرار. تاجیکستانی عزیزم را گلستان میکنم، از تلاش و غیرت آن را باغ و بستان میکنم، زان که در آغوش گرمش یافتم نشع و نما، خدمتم را ای عزیزان از دل و جان میکنم. بار دیگر دوستان عزیز همه شمایان را خوش آمدید میگوییم تا سال آینده در برنامه کنسرتی حافظی خوشاوازی ما سعادتمند و سرفراز باشید. دوستان عزیز اینک سخنان شکرانه مؤلف امروزه کنسرت ما از نام تمام اشتراک کنندگان تشکیل کنندگان همین برنامه کنسرتی مینداری خود را به شما بیان میکنم که آمدیتان وقت قیمت خود را دریغ نداشتیتان. خوش آمدیتان نور دیده و تاج سر. خنده های مادران، شادی های کودکان، بختی نیکی آدمان، این همه بختی من است. بختی نیکی آدمان، این همه بختی من است. آسمان صاف بر سرم، آبی روان در برم،